حکم کلیگ حربی دادگاه عالی تاجیکستان آخر ماه نوامبر صادر شده رادیوی آزادی تصدیق خبر را روز 12 دکمبر به دست آورد. به اطلاع دریافته پرونده مراد ستارov را یکی از دادرس‌های کلیگ حربی دادگاه عالی بررسی کرده او را به حبس ابد محکوم کرده است. مرافعه ماه نوامبر در بینای دادگاه ولایت سوخت برگزار شده است. روز 12 دکمبر در دادگاه عالی تاجیکستان گفتند با سبب قوه قانونی نگرفتن فعلا حکم را شرح دادن نمیتوانند. یکی از ساکنان دهه سنجیدزار که همسر و دو فرزندش آخر ماه می امسال کشته شدند به رادیوی آزادی گفت نزدیکان کشته شده ها در مرافعه مراد ستارov شرکت داشتند. با گفته این همصحبت ما ستارov 42 ساله در مرافعه گاه میگفت که کشتار را او کرده است، گاه میگفت که نکرده است. این ساکن کانیبادام گفت ستارov با چند اتهام از جمله کشتن چند نفر گناهکار شد. این همصحبت ما هرچند از حکم شکایت نکرد اما با اشاره به ادامه یافتن کشتارها در کانیبادام به قاتل اساسی بودن مراد ستارov شبهه دارد. کوشش های رادیوی آزادی برای صحبت با نزدیکان و وکیل دفاع مراد ستارov به نتیجه بود. به گفته چند ساکن دهه سنجیدزار ستارov پاسبان مکتب دهه بود و ماه ایول امسال دستگیر شد. روز 31 ایول امسال عبدالسلام تختسانزاده رئیس شهر کانیبادام هم از بازداشت یک گمانزد در کشتار چند ساکن این دهه خبر داد اما او و دیگر مقامات داخلدار در این باره هیچ شرحی نمیدهند. ماه می امسال در دهه سنجیدزار از دو عائله 6 کس کشته شدند. 3 کشته شده محبوبه احمدوی 38 ساله، نازنین احمدوی 17 ساله و دمیر احمدوی 14 ساله بودند. از عائله کشته شده قرغیز تبارها زلیخا ابراهیموی 54 ساله، دادرش عبدالفتاح 47 ساله و قربانگلی 46 ساله نام بردند. بعد ماه می حداقل 6 حالت کشتارهای مرموز یا ناروشن در شهر کانیبادام رسانه‌ای شد. نمونه اخیرش قتل 6 عضو یک خانواده در دهه شوراب قلعه کانیبادام است که شب 8 دکمبر رخ داد. مسئولان مقامات محلی میگویند که قسمی از این حادثه ها به جنجال های عائلوی ربط داشتند و تحقیق حادثه های دیگر ادامه دارد. در یک مورد از دست داشتن یک نفر یا گروه بیرون صحبت شد. مولا رجب یوسفی برای توصیف آزادی دوشنبه.